ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیو کردم تو گوشیم که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیو کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی می‌کردیم مثلا می‌پرسیدم کجا می‌خوایم بریم یا چی کار می‌خوایم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا؟ کربلا. پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها میشه. گریه ناخواسته این دختر دل او رو میلرزونه. به این دختر به خانومش میگه که گریه تو دل من لرزون، اما ایمان من رو نمیلرزون. و اون خانم میگه که من مانع رفتن تو نمیشم، من نمیخوام از اون زنهایی باشم که در روز قیامت پیش فاطمه زهرا سر افکنم.